تهران، زنجانم شعبه. Non برنجی من تشکیم ها من تو چهار فعالیم شد زين orada من می‌دونی که آبگوشتی یه رستوران و آبگوشت و دیزی مخصوصی هستش که تو اکثر شهرام شعبه داره و شعبه اصلیش هم تو تبریز هست. یه دونه شعبهمون تهران، زنجانم شعبه داریم، مشهد هم شعبه زدیم، جدیدن افتتاح شده. شعبه مرکزی شما
تبریزه. آدرسش رو میشه بفرمایید؟ شعبه اولمون تو تبریز بازار سرپوشیده سرای حاج حسین جلیله. شعبه دومم ولی از خیابان تجارت جهانیه. یعنی واقعا از مزه و طعم این آبگوشت گردن نمیتونم براتون بگم. جای همگی سبز. انشاءالله هر وقت به شهر زیبای تبریز تشریف آوردین حتما به بازار سرپوشیده و تاریخی تبریز وقتی که تشریف میبرین برای گشت و گذار به رستوران آبگوشتی هم بیان و از این آبگوشت خوشمزه نوش جان کنین. ما آبگوشت دیرینه داریم، آبگوشت ماهیچه داریم، آبگوشت ماهیچه زعفران و آبگوشت زعفران دیرینه داریم، انار داریم، زرشک داریم، بعد دنبالیچه و قجری هم داریم. کباب هم دارین؟ فقط تو این شعبه اولمون تابه کبابی داریم. ساعت کار رستوران رو میشه بفرمایید؟ اینجا از ساعت 9:30 تا 12 صبحونه است. از 12 به بعد ناهارمون شروع میشه، 12:30 به بعد تا ساعت 5:30. اینم لیست غذاهاشون همراه با قیمتاش.